یکی از عامل‌های اساسی که امروز انسان‌ها را به گمراهی می‌رساند این عقیده خرافاتی است که مردم زود باور و گمراه به دام فریب عوام فریبان و به نام جادوگران افتاده لیاقت انسانی کامل بودن را از دست می‌دهند. ضمن پیشبرد عملیات‌های سنجشی از جانب کارمندان میلیسه ختلان ساکن جماعت دهات ثروت استقلال ناحیه کوشانیان شهروند ابراهیم افراهیم سال تولدش 1958 هنگام گذراندن عمل سحر جادویی نوبتیش بازداشت کرده شد. من خودم یگان معلومات دینی مدرسه اینها را نخواندگیم. عمل و اندیشه، عقیده و فکرهای بی‌اساس که به دیگران و محیط اطراف تأثیر خود را می‌رساند و این ظهورات که از جهالت و نادانی و دور ماندن از علم و دانش سرچشمه می‌گیرد در اکثر موارد باعث بدبختی‌های در جامعه گردیده است. سبب من همین کارو کرده سالگیمون سحر جادو ناخونی و همیا از سببی که یگون کار دهقانی و یگون کار استوگری از دست منمیه برای همون قدر همین کار کرده سمونه که این کار خدیان بحث میکنیم که دیگه هرچند نامبر شده از جانب کارمندان میلیسیا برای مشغول شدن به سحر و جادوگری پیشتر چند مراتب بازداشت گردیده و نسبتش طبق طلبات ماده 482 قسم 1 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان پرونده حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب داده شده جریمه بندی کرده شده باشد هم از این به خود خلاصه لازمی نبرآورده این نوبت با طرز و اصولهای نو تکراراً کردارهای غیر قانونی خود را ادامه داده و به مردم فریبی دست دارد. من این شانه گوسفند برای زن و شوهر بینشون ناسازی می شود همه را نوشته میگیم برای در تنده گور کنید بینتون ساز میشه خوبی میشه ساز کنید. خب یا همش مثال کارهایی که میکنم اچی دروغ است. و ضمن همه عملهای خرافاتی دستگیر شده این مراتبه به مزاجانش آلات گرگ را بر عوض مبلغ‌های گران پیشنهاد نموده در ذهن آنها عقیده ای را جای داده است که گویا اگر شخص با خود آلات گرگ را گرداند کارش با برار می گردد و درآمدناکیش زیاد می شود. طوری بارها تأکید می گردد که خرافات جهالت است و جهالت در جامعه بدبختی می آورد. این آلاتی زنانه گرگ می باشد. بعد من اینها را 700 سوم 800 سوم 1000 سوم $100 به مشتریان تقسیم کرده میتیم. مسلم است که دیر یا زود هیچ یک عمل خلاف قانون بی جزا نمانده پرده از روی آن برداشته می شود. عینی زمان نسبت دستگیر شده در شعبچه تفتیشاتی شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر باختر پرونده جنایتی با ماده 240 علاوه 1 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد.